سلام، علیرضا بی پی هستم. اومدم که بهتون بگم نحوه باز کردن چرخ عقب پراید روی خودرو. بهتون بگم در ابتدا باید 4 چرخ ها برداریم و پیچ‌های روی خود چرخ ها باز کنیم. در ابتدا میایم و به این شکل میذاریم خلاف جهت عقربه ساعت. بعدش ضرب دری هم بزنیم. حالا این پیچه یه کمی شلش کرده بودم قبل ویدیو، از ضرب دری باشه. بعدش حالا میایم رو اون یکی یه کمی این پیچه ها رو شل میکنیم. یه کمی پیچه ها رو کمی شل میکنیم. بعدش جک ها میاریم به همراه اهرم جک. نه اهرم جک. بعد جک رو بذاریم بین این شیارهای خود رو، شیارهایی که زیر اتاقه که روی اینجا قرار بگیره که وقتی خدایی نکرده خود رو از جک افتاد روی این دو تا بیاد پایین که خود رو تکون نخوره یا حوادث جانی ایجاد نشه. این اهرم هم میایم اینطوری توی این قلاب میکنیم، بعد اینطوری باید بتابونیمش. ما یه چند وضعیت رو بیاریم بالا. حالا از اینا اهرم و پیچه ها رو باز میکنیم به ترتیب ضرب دری. بعد این هم در نظر داشته باشیم که وقتی پیچ دومی رو باز میکنیم بعد 2 تا زانوامون رو بذاریم به خود لاستیک که وقتی که پیچ رو باز کنیم یه دفعه لاستیک از خود ماشین ول نشه بیاد پایین. بعدش دستامون هم بیازیم توی این سوراخ‌های روی خود ریم و در میاریم. همین راحتی. برای بستنش هم کاری نداره. همون کارهایی که کردیم و بعد همونا رو عکسش عمل کنیم. به این صورت اول میایم لاستیک رو میذاریم و حتی این 2 تا زانوها رو اهرم داشته باشیم. میایم دوری وجه پیچه ها رو معلوم کنیم و حتما تو اون دستی خود رو بالا باشه و پیچه ها رو به صورت ضرب داری بعدی
کمی هم با آچار سفتش میکنیم در جهت عقربه های ساعت به صورت ضربدری. و خودرو رو از رو جک میاریم پایین، دوباره اینا عقل رو میکنیم به این راحتی بیاریم خودرو رو پایین. و در آخر میایم پیچ رو سفت میکنیم، دور آچار رو میندازیم به خود پیچ و پامون رو میذاریم رو پیچ. اگه یه دفعه یه پیچا زیادی بهش زور بزنه امکانه این که پیچ ببره یا بهش جنه هست، این نکته هم در نظر داشته باشی. دوباره خب چرخ عقب آموزشی بود. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و حتما سابسکرایب یادتون نره و از اینکه برای دوستانتون هم میفرستین خوشحال میکنید. تا دور دیگر بدرود.